شوشت خونه کو سنی عقب گریزه گفته که نزدیکش نیستن ممکن بزنن ده که او چطوری وقت سنی عقب گرفتن ده و جمعتیر خود بعدی رفت یافته پس صورت آوردن که چیده اشتراک در عملیات‌های مسلحانه در قلمرو سوریه و عراق یا خود زمین شام برای بعضی نفران گمراه و بی‌سواد و افراد جنایت پیشه گویا همچون عمل جهاد و خدمت به دین خدا باشد. صف پیروان این عقیده باطل از حساب جوانان است که این ظهورات تشویش‌آور جوانان هموطن ما را نیز به گمراهی برده ایستاده است. اما در این ردیف هستند نفرانی که سری وقت خطاگی خود را درک نموده از محیط تروریستان، از ملک بیدادی و ناعدالتی، یگانه ملک آسایش راحت و خوشبختی وطن را انتخاب کرده و زادگاه خود با پشایمانی برمیگردند. مورد ذکر است که در این سمت نتیجه و دستاوردهای نظر است به مشاهده می رسد. در نتیجه دایر کردن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی و رابطه زیچ کارمندان میلیسیا با اهالی، شماره زیاد جوانانی که در عملیات‌های مسلحانه در کشور سوریه اشتراک داشتند و یا تا رسیدن به قرارگاه‌های تروریستان آنها از این راه خطا و جنایتکارانه برگردانده شده با اظهار پشیمانی به وطن بازپس آورده شدند. این جوانان گمراه گشته خود با چشم سر دیدند که در آنجا چی بیدادی و جاهلی و قتل و کشتار است. البته بازگشت جوانان گمراه گشته ثابت نمود که این هم از حالت واقعی عمل و کردار جاهلانه به نام دولت اسلامی است، نه اینکه ساختکاری مقامات. از جمله ساکن شهر کلاب رمضان و گلنور قربانعلیونا، رضوانوف احمد صبر و موجوده استخدام‌کنندگان شهر قرغان‌تپه، پرویز نبیف ساکن ناحیه شهر توس، جهانگیر تیمورов خوجاев اعظمجان ساکن شهر ترسونزاده، حمید و جمالبی ساکن شهر دوشنبه با درک خطاگی خود از محیط جنایی تروریستی از کردار خطای خود پشیمان شده به زادگاه خود تاجیکستان آسایشته برگشتند. با امیر بود ما را نگاه بین میکرد. امروز که وقتی که ما را گرفته بردنی بود ما گفتمش که من نیتی گشتن دارم ولی خیلی سر بته من میرم. که وای هم گفت که ایس روی بازگشت نیست، برای چی میره، چی کار میکنی او دنیا ده، اینجا بیا اینجا درس بگی، درس اسلامی بگی. گفتم نه من میرم درس اسلامی در وطن خودم میگیرم. بعد من گرفتن حبس کردن. در حبس من 9 روز بودم. در درون حبس بچه‌ای بودن که من میگفتن که چیزی که به ما را وعده میکردن او چیزا در اینجا نیست. ما آمدیم اینجا در پشیمون خوردگیم، اینجا در بسیار چیز آدم‌ها هستن که اویلاشون قطعی آمدگی هم پشیمون شدگیم، نه که رزق خوردگی هم برآمده نمیتونن. بسیار آدم اوجا گرفتن نه که علاج گرفتن نداره. یک چند مدت که ما در ترکیه بودیم در یک خانه محکم تاریک و سیاه بود. من به حد وطنم رو یاد میکردم، به حد مادرم رو یاد میکردم. پشیمان بودیم. همیشه آبهای صافی تاجیکستانم، بوی وطنم، مادرم رو به حد یاد میکردم. هر آن شخصی که قدر وطن رو نمیداند کور میشود، نان نمک وطن رو قدرش نمیداند وای کور میشود. هر کسی که قدر مادری وطن میفهمند او انسان وطن دوستدار باید که در خدمت مادر وطن باشد همیشه. واقعا دین حقیقی دین اسلام پاک در تاجیکستان است. در اینجا آزادانه ما زندگی میکنیم. نان نمکی با برکت دارد. تاجیکستان من برکت دارد و هیچ وقت فریفته دیگر انسان اشخاص دیگر آدما نشویم. باید قدر وطن باید دانست. همچون گهوارک چشم نگاه داشت. مادر وطن عزیز است. وقتی که من به دولت سوریه رفتم و در آنجا هر روز کشتار، هر روز قتل کودک، قتل پیر، قتل زن شاهد بودم و حتی در آنجا از آیت قرآن وقتی که بحث میکردیم آنها قبول نمیکردند
و من خود به خود میگفتم که از آمدگیم پشایمون هستم و میخواستم تیزترک به دولت خودم به جمهوری تاجیکستان برگردم. اسلامی واقعی در تاجیکستان است. هر روز برای برگشتن به وطن راه میکفتم روی گریز رو. و وقتی که از اونجا از دولت سوریه برآمدم به مقامات های حکومتی جمهوری تاجیکستان علاقه برآمدم و آنها مرا دستگیری کرده به دولت خودم و جمهوری تاجیکستان برگردانیدند و من خیلی خرسند هستم از آمدگیم. رحمت حکومت برکه همین جهانگیر برگشت. ما امیدوار هستیم که آینده حکومت به خلق به خدمت کرده سزاوار نام نیک شود. مقصد جهاد کردی اگر همسر داشته باشی، همسر تو اگر شهید شود، تو اگر شهید شوی همسر تو بازدوری به شوهر میتیا که در اونجا وقتی که در جنگ دور اومدی و خردسال کلانسال پیر از یوش از به رحمونه او رو به قتل میرسونی. بعد ما گفتیم که ما نمیریم، ما دو سه بار گفتیم جنجال کردیم ما نمیریم، ما فقط میخونیم کار میکنیم نمیجا نمیریم و یا گفتن معلش همه آرامونه همه سوز میشود. ما وقتی که در اونجا گمراه شده رفته بودیم ما شبانه روز در فکر تاجیکستان بودیم که ما چقدر برمیگردیم از تاجیکستان عزیز، چقدر با پیش پدر مادر برمیگردیم. ما همه شبانه روز در فکر همین بودیم که شکر خدا ما در مقامات های جمهوری تاجیکستان مراجعت کردیم، دستیاری کردن آوردن ما رو در وطن عزیزمون. این مقصد گشت هستیم. شهروند حیاتوف رستم موسیویچ سال تولدش 1997 و سال 2012 غیر رسمی برای ادامه تحصیل به شهر انقره جمهوری ترکیه رفته در یک از مدرسه های شهر مذکور تحصیل میکرده است. اما از تحصیل دیده بیشتر بر روح و روان رستم عامل های افراطگرایی تأثیری زیادی گذاشته است. وقتی ما به شهر سوریه رفتیم ما را یک عملی جنگ ما بردن یک طرف یک قشلاق مکانی مرتک کافیرا گفتن بدرون همجا درونی کافیرا خونه کافیرا همه قشلاق کافیرا. ما وقتی در اومدیم درونی قشلاق وقتی در اومدیم ما دیدیم همش آدمای دینی یکم تا کافیر خیلی گپ چیز گفتنی نیست. همه در اومدیم کتابای اسلامی خونه‌های مسلمانا همش کتابای الله محمد همش یکم کتاباش ندیدیم خونه‌هاش ندیدیم همش کتابای اسلامی و مسلمانی خونه‌های مسلمانی یکم بگیم یکم ذره چی نیست معلوم نیست که اونجا یکم کافر زندگی کنه همش خونه مسلمانا. بعد همه آدمایی که ما را امر معروف میکنن که ایوا کافرن ایوا مرتدن ایوا خیلیان خچون اسلام بو بردگی نیستن خچون در نماز خواب میروند نمیخیزن نماز را بخونن روزاشون را خشنا میگیرن آدما را زنده به زنده میسوزونن زنده به زنده میکشن زنده به زنده درشون میتن خچون دعوای مسلمان میگیرن که اسلام خچون ما را میگن خچون یگم کار نمیکنن نه نماز میخونن نه روزه میگیرن و زنکا قتی زنکای شوهرش میبرن میگیرن کیم کی دیگه قچ خواب میکنه فرق نداره نکاح های به نکاح های میگیرن قچون شوخواگی میکنن. در چند روزی که رستم به گروه های مسلح تروریستی پیوست شده بود هنگام اشتراک در عملیات مسلحانه در پایش زخم برداشته بود. درون خانه ساحلی بودیم رات سیاحت خبر دادن که بگیرنس پشت خانه کو سنیاقی بگیرن گفته که نزدیک شدن ممکن بزنن ده که اون چیز کنه وقت سنیاقی گرفتن ده و جمع تیر خوردن. بعد رمضان تلفنم کرد بچم سوراش کم برم بکشم بیو اگر نیو خیلی روز فیلم پیدا نمیکنم تری گفت میام چون خیلی مورن فریب کنم بودن. اخیراً با کمک مقامات کارهای داخلی رستم حیاتوف از خاک سوریه به استانبول و از آنجا به وطن آورده شده است. یک بار وقتی که من گفت که میسو که گویا که در وقت در گفت در سیره من علاقه دمی حالت من ایست کردم من فرزند گفته باید دست دادم نروسی که من خیلی ایست کردم در گویا که گفت من دیگه نمیبینم میشه رو هم خیلی فکر کردم
میگه خیلی خداوند مهربانی که وقتی در اپاری دیمش روسیه من خیلی او حالت خیلی خداوند خودش میدونه روسیه. با این مانند دو نفر ساکنان شهر چکلوی ولایت سوخت تیمروف جهانگیر که مثل دیگر جوانان گمراه گشته به فریب و نیرنگ‌های افراطیان باور کرده و چند مدت به قول خود آنها همچون غلام از آنها و صدها نفران دیگر استفاده می‌کردند، در محیط گروه‌های تروریستی در دولت سوریه قرار داشتند، با درک خطاگی خود و مساعدت حکومت مملکت به جمهوری تاجیکستان آورده شدند. چون این حالتها با مقصد پیوست شدن به گروه‌های افراطی جوانان را تا اندازه گمراه و بی‌اندیشه کرده است که پدر و مادر و زحمت و محبت آنها را فراموش کرده خیانتکارانه از خانواده‌های خود پنهانی فرار می‌کنند. مثلا ساکن ناحیه شهر توسی ولایت ختلان میرزای و موزون سال تولدش 1994 یتیم در تربیه بیبیش به وایه رسیده توسط اینترنت با یک نفر شهروند شهباز نام شهروند جمهوری ازبکستان شناس گردیده با کمک و مبلغ گذاری‌های شهباز از ناحیه شهر توس به شهر دوشنبه و سپس به شهر سنت پترزبورگ فدراسیون روسیه رفته. ما از سنت پترزبورگ شوهرم کتی ترکیه رفتیم به نیتی که شوهرم نیت داشت که نزدیک برادرام میرم دولت شام میرم گفت. دولت شام میرم گفت. من برد خطیش وقتی من در یک خانه محکم کردن شوهرم علاوه دیگر جا بردن من ندیدم شوهرم. من شوهرم دیدن میخوام برای چی شوهرم نزدیک من نمیارن؟ من شوهرم میخوام پرسم احوالش در جای شوهرم من نمیدونم. نه تو ممکن نیست تو ممکن نیست گفته من نمیموندن یگون چی اجازه نمیدم. اکنون موضوع از کردار صادر نموده خود که عاقبت او را میتوانست از یک انسان آرام و نیکندش به شخصی جنایت پیشه و تروریست مبدل میکرد افسوس خورده و اشک میریزد. تاجیکستانی من اینجا بود خوب بود. دیگه من نمیفهمیدم که آیا انسانی خوب نبودم. من گمراه کردن. من فریب کردن. در حقیقت من پشیمونم. در حقیقت من پشیمونم. مادر ایزار رو چیکار کرده؟ ما رفتم همینجا. در اونجا روی رسیدگی دیدم وضعیت چی رو دیگه چیز کردم در اینترنت برآمدم این طرف کی بگیریم مرا گفتن ما نمیدونستیم که برای برگشت ندارم چون گفتن که تو بخو میگردونیم با پشیمون شدم که ما در اینجا در رفته برابر پشیمون شدم که برآمدم کمتر بود. ساکن شهر ترسونزاده اعظمجان خواجه‌اف نیز چون دیگر جوانان گمراه و فریب خورده در دولت سوریه مدتها از آزادی بی‌نصیب بوده از پدر و مادر دور در اسارت گروه‌های تروریستی قرار داشت. با تاثیر دایر کردن چاره‌بینی‌های فهماندهی مقامات کارهای داخلی و درک خطاگی خود اعظمجان خواجه‌اف به وطن به نزد خانواده خود برگشته به درد و انتظارهای والدانش خاتمه بخشیده. برگشتن او از این راه خطا نه تنها برای اعظمجان بلکه برای اهل محله آنها شادی آور است. Moskva da kor میکرد بچم کار میکرد هر روز که من گاو میزم بعد روزی شد که تلفن کنم تلفنش کشتگی بود یک سوتکه کشتگی نیکی من امیدم کندگی بود هیچی باوری نداشتم که دیگه او جود بچم میگرده میوید. وقتی که در مسکو کار میکردم با همه آدمای درون علاقه داشتم اومدم وعده دادن که درس اسلامی شهر دیگه خیلی ترقیات درباره اسلام باور کرده خستم رفتیم. وقتی که درون سوریه در اومدم دیدم که دیگه محیط دیگه حالت دیگه خیلی ویرانگی خیلی چیزو دیدم آدمو با автомат هر خیلی چیزا را دیدم و راست گپ دلم گشت. راستی همین وطن خودمون بهشت روی دنیا است. وقتی که در سوریه بودم یاد وطن میکردم، یاد عائله، یاد پدر مادر، یار و برادر، مردم تاجیکستان، آب و چشمه های تاجیکستان،
ҳар вақте ки ёди ватан мекардам, аз рафтам, аз кори кардам сахт пушаймонам. касе ки ба қадри ҳамин ватан, ба қадри ҳамин зарзамин намерасад, кур мешавад. ки ислом, дини ислом, мусалмонӣ ҳамаш дар ҳамин ватани худмон ҳастад. аз ҳамин сабаб қадри ватанро донед ва шукрона кунед ки ҳамин хел сарзамин доред. معلوم است که شخصان علاهیده جنایت‌پیشه جوانان بیخبر از ظلم و بیدادی را با وعده کار و مزد خوب و یا تحصیل و آموزش هنر گمراه کرده با این وسیله صف جنگیان به نام دولت اسلامی را زیاد کرده ایستادند. رنگ ما وارد اوج بسیار جوانایی هست که میخوان باز بگردن که نمیتونن اجازهشون نمیتین، بعضیاشون میگیرن میبرن اون تا گمش و سراشون محکم میگیرن، نابودشون میکنن، محکمشون میکنن دیگه. همشون اگر میخوان امو اکثر امو رفتگی میخوان بیاین. هشت روز در ترکیه بودیم اومدیم استقلال سیم زیاد سامالیات روی میزنن دو تیپیش اونجا گودکای زنه کای میبرن آدم رو کلاشون میگیرن. خیلی بعد همی قینسته کنش نه قینه زن رو مجبوری به شوهر میتونن، شوهرشون که مو بود دیگر رو با مجبوری میتونن لباس سیاه میپوشونن، پول چشم دازه نمیتوه. کسی گرانیت میگذارن کلاورا میگیرن سرازا هیچ کار نمیباشن. من از حکومت جمهوری تاجیکستان، از سفارت تاجیکستان در ترکیه و از نمایندگان ملی تامین دارم که ما رو صحت و سلامت به وطن عزیزمون برگردوندن. آنهایی که در سوریه آنها برگردن حکومت یاردم میکنن. شماره فریفته شدگان به نام دولت اسلامی از حساب جوانان هموطن ما کم نیستند. تقدیر این گونه فریب خوردگان در هر مورد با هر گونه تابش صورت گرفته است. مثلا حمید و جمالبی عبدالمؤمن اوناسولی تولدش 1984 زاده شهر کلوبی ولایت ختلان، استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه امینجان شکوهی خانه 71 با همراهی شوهرش حمیدوف شریف بیگ به دام گروه‌های افراطگرا افتاده از شهر کراسنودر فدراسیای روسیه با وعده شرایط و کار بهتر اولا به ترکیه و سپس به سوریه برده شدند. ما در شهر کراسنودر قد شوهرم زندگی میکردیم. شوهرم با گروه افراطی همراه شد. همین گروه شوهرم را گفتن که وعده کردن که سومی کلان به سوریه رفته سومی کلان میتیم. بعد ما را روی کردن رفتیم سامالیات با سامالیات اتوبوس چند شبانه روز با سوریه رفتیم. با شوهرم گفت جنگ میرم، آمد یارادور تناش کندگی دختگی همه جاش کندگی کلان دختگی یارادور. پس یارادور بودنش عذاب کشت، همش فهمید که فریب کردن. من فقط گفت که میرم دیگه نمیبیام، من ممکنه که همین دفعه نبیام. بعد رفت یه هفته پس صورت آوردن که شهید شده. گروه‌های افراطی نوابسته از آن که شوهر جمالبی در عملیات‌های کشته شده است باز به تقدیر من بعده او دخالت نموده، این نوبت نیز او را مجبوراً به شوهر داده آینده او را باز تیرگون کردند. با ما یا بالا که در جو گریخته ترسه اومده. ترسه دگانه ما تلفن کردم، الکترونی بلیت خرید، کراسنودر رفتم. کراسنودر در زندگی کردم با همون گروه های افراطی. من مجبورم باید داغستانی به شوهر دادم، با هم سوریه روی کردن که از ترکیه در اتوبوس چند شبانه روز راه گشتیم.
ман ба боҳнаи берун биромадам шав ба боҳнаи берун биромадан шав буд биромадам аҷа гирифта омадам ман медонистам ки оқибаташ чӣ мешавад ҳамаш дегӣ будам азобаша каштагӣ будам шукронаи ҳами ватан шукронаи ҳами ободӣ шукронаи хоки ватан ки да озодиед шахсан ман баргашта омаду маро ба ҷавобгарӣ накашиданд. падару модари ҷамолбӣ чун даҳҳо нафар волидони дигар ки фарзандонашон бо макру найрангҳои ифротиён ба Сурия ва Ироқ барои иштирок дар амалиётҳои мусаллаҳона ҷалб шуданд, аз дурию фироқи фарзандашон ашк мерехтанд ва ҳеҷ бовар надоштанд ки рӯзе боз хуршеди толе сӯи хонадони онҳо нурпошӣ мекунад. инак ҷамолбӣ на дигар дар қафаси асорату сарзамини зулму бедодӣ аст, балки дар хонаводаи худ дар оғӯши ватани осоиштаву падару модари худ аст. ман ҳеҷ вақт боварӣ надоштам ки нони ба тоҷикистони худ баргашта нони тоҷикии худро ба даст мегирам. хушбахтона имрӯз дар хонаводаи ин нафароне ки қаблан гумроҳ буданду пас аз хатогии худро фаҳмидан пушаймон шуда ба ватан омаданд, шодию табассуми беғаши волидону фарзандон ҳукмрон аст. мавриди зикр аст ки то имрӯз 36 нафар аз кирдори хатои худ ки дар давлати Сурия ва Ироқ аъзои гурӯҳҳои террористӣ буданд пушаймон шуда ба назди хонаводаҳои худ баргашта орому осуда зиндагӣ доранд. ва ёдовар месозем ки нафарони пушаймоншудае ки худ ба ватан баргаштаанд аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озоданд. аҳмадов Ризвон, Сабру ва Мавҷуда, Рамазон ва Гулнора, Бозорзода Шаҳнозаи Қурбоналӣ, Темуров Ҷаҳонгир, Хоҷаев Аъзам, Набиев Парвиз, Ҳаётов Рустам, Нуров Сахидод, Шукуров Комил, Аминаи Аҳмад, Ҳамидова Ҷамолбӣ, ҳасанзода Фаррух Саидасрор ва чандин нафарони дигарро метавон ном бурд ки дар натиҷаи коркардҳои оперативӣ ва робитаи зичи милитсия бо аҳолӣ ба ватан баргардонида шуданд. моддаи 401 иловаи 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон. эъзо: шахсе ки ихтиёрӣ аз иштироки ғайриқонунӣ дар воҳиди мусаллаҳ, задухурди мусаллаҳона ё амалиёти ҷангӣ дар ҳудуди дигар давлатҳо то қатъ гардидани фаъолияти воҳиди мусаллаҳ, анҷом ёфтани задухурди мусаллаҳона ё амалиёти ҷангӣ даст мекашад, агар дар кирдору аломатҳои таркиби ҷинояти дигар мавҷуд набошанд, аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда мешаванд. вақте ки дар давлати Сурия будам ва ҳис кардам ки дар ватани азизро гузошта ба як ҷое ки мисли дузах аст, ҷое ки қатлу куштор аст ва дар он ҷо ман модарамро, ватани азизамро ва зану фарзандамро ёд мекардам. ва дар он ҷо мегӯянд ҷиҳод аст, дар он ҷо ҷиҳод нест, дар он ҷо қатлу куштор аст. исломи ҳақиқӣ дар Тоҷикистон аст. вақти кушторҳои онҳоро медидам, чӣ хел қатл мекарданд, дар пеши назари ман фарзанди ман, модари ман ва зану фарзанди ман дар пеши чашми ман меомад. аз корҳои кардам ва ба давлати Сурия рафтам сахт пушаймон ҳастам ва ба дигар ҷавоно насиҳат мекунам ки ба он ҷои дузах, ба он ҷои ифротиё нараванд.
از جمله این نفرانی که پیش نظر تماشابینانند عمر من بعده خود را نه در محبس بلکه در محیط خوش خانواده خود میگذرانند، چون که سری وقت خطاگوی خود را درک نموده پشیمان شدند. آدما همسایه شناسا باوری نداشتند که خیمن آزاد میشن. یکی ما امروز اومدگیم خدا را شکر آزاد بودم. در مسجد با آدما دعوت کردن بفهمون چه خیلی چیه، همشون افهمونم که چیزی که میبینن همش دروغه. وقتی که اونجا میرن بسیار آدم همش پشیمان میشه و رفتگیشون که اونجا روی گریز ندارن. همشون فهموندم همسایه‌ای که فرزنداشون در روسیه، آدمایی که فرزنداشون در درون سوریه روز خوردگی برآورده نمیتونن اومدن استان گریه دارن که چه فرزندمون رو بریم اونجا راه پرسیده است. همش فهمونده است چه خیلی چیه که گفته استمشون که بگردن بیان وطن آزاده هیچ که ترمان نمیکنه. برادرایی که در اونجا نیتی اومدن داریم بدونین که بازگشت به دولت شما را هیچ که محکم نمیکنه. هست جوانای پشیمان شده صدها نفر در سوریه که میخوان به وطن باز بگردن که نمیتونن. آدمایی که آمدگی میخوایم بیایم به وطن، جناب خیلی قانون خوب رو آورده است کردن بیا به پشیمانی به خواست خودش بیا عفو میکنه. و خودش خودمون آمدیم گفتیم ما را عفو کرد، نواز ما در آزادیم. راستی خیلی خودم خرسند باوریم نمیاد که من همینجا دم آزادم. با رنگ اولین زندگیم خوبه شکرانه خدا با اویلم درس اسلامی همش در اینجا خودش هست. همه مهربانی همه طرفه ای طرف همه من دیده استم، ای طرف اویلا، ای طرف همسایه، ای طرف دولت اساساً. این نبرد نیست تلاش کوشش‌های کارمندان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان نتیجه دلخواه را به دست آورده با تاثیر دایر کردن چاره‌بینی‌های فهماندهی و مقصدناک گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی جوانان گمراه گشته از راه خطا و خطرناک برگردانیده شده، از دهشت و خرابکاری از محیط شخصان جنایت پیشه به سرزمین امن و آسایش به مکان تنتنه صلح و وحدت و زادگاه تاجیکستان بهشت آسا آورده شدند.